سلام. در 7-8 ماه گذشته که قیام 1401 رو در سراسر میهنمون داشتیم، شاهد انواع و اقسام اقدامات رژیم برای مقابله با این قیام و دور کردن خطر سرنگونی از خودش بودیم که در میان این اقدامات تولید و پخش فیلم و مستند حکومتی بر علیه مجاهدین خیلی بارز بود. اگر بخوایم فقط به چند نمونش اشاره کنیم، مثلا یه قلم در جشنواره سینمایی سالانه‌شون که بهمن گذشته در دهه زرج برگزار شد، در 4 فیلم به مجاهدین پرداخته بودند. 4 فیلم از 24 فیلم اصلی که تو بخش رقابت وارد شده بودن ها. فیلم شماره 10، های پاور، سرهنگ ثریا و اتاقک گلی. این فقط فیلم‌های بلندشون بود. تو بخش فیلم کوتاه هم باز تولید داشتن، مثل فیلم کوتاه کبریت. یا مثلا وقتی به پخش فیلم‌های نوروزی در تلویزیون خامنه‌ای رسید، باز هم همون فیلم‌های ساخته شده علیه مجاهدین حضور جدی داشتند. دوباره فیلم شماره 10 یا فیلم تروا. در زمینه مستند کوتاه و بلند هم که دیگه اصلا قابل شمارش نیست. ما فقط به چند تاش اشاره می‌کنیم که در همین ماه‌های قیام تولید و پخش شدن. مثلا مستندی به اسم از تیرانا تا تهران که در آذر 1401 رونمایی شد، یا مستند خیریه اشرف در 10 قسمت 30 دقیقه‌ای که در دیماه گذشته پخش شد، یا مستند صیاد شیرازی در فروردین 1402 و کلی هم کلیپ های دیگه تحت عنوان مستند که تو شبکه‌های اجتماعی پخش کردن. قبل از اینکه به این بپردازیم که رژیم چه هدفی رو از این پروژه شیطان سازی دنبال میکنه، اجازه بدید که ابتدا به چند نمونه از این تولیدات هم بپردازیم و ببینیم که مثلا توی این فیلم ها چی میگن و حرفشون چیه. یکی از فیلمایی که تو 2 سال اخیر ساختند و امسال برای اولین بار به مناسبت نوروز توی تلویزیونشون پخش کردند، فیلم تروا بود که حتی ارزشش رو نداشت که کسی از خودشون دربارش اظهار نظری بکنه. چون گل سرسبد تولیداتشون علیه مجاهدین که مورد تایید و تشویق خامنه‌ای قرار گرفته، همون فیلم ماجرای نیمروز بود که بهترین اظهار نظر راجع بهش این بود: ما تو همین عملیات مرصاد چند سال پیش فیلم ماجرای نیمروز 2 رو داشتیم، رد خون، که یک زباله سینماییه. از روی اون زباله سینمایی میشه فهمید که این یکی در حد زباله هم نبوده. داستان فیلمش اینقدر باسمه‌ای و کلیشه‌ای و مضحک و آبدوخیاریه که اصلا آدم رغبت نمیکنه دربارش صحبت کنه. ولی وقت برای اینکه در جریان باشید، کوتاه بخوایم بگیم داستان اینه: کلاً فیلم 3 تا داستان بی ربط به همدیگه رو توی 60 دقیقه سرهم کرده. اولش یه خانواده نشون میده که پسرشون میخواد بره توی تلویزیون، کت و شلوار گیر نمیاره. بعد از کلی کش دادن، طرف تاکسی میگیره و میره، ولی شب بر نمیگرده خونه. به جاش برادر دوقلوش که از فرماندهان اطلاعات سپاه هست برمیگرده و معلوم میشه که سوژه اصلی این یکی بوده، ولی مثلا مجاهدین اشتباهی اون یکی رو کشتن. به همین سادگی. سکانس بعدی سکانس حمله به یکی از خونه تیمیای مجاهدینه که یکی توش دستگیر میشه، و سکانس آخر هم توی زندانه. زندان دهه 60 نگو، مرکز مهر و عطوفت بگو. اصلا شکنجه و اعدام اینا که هیچ وجود نداره. برخوردها با مجاهدین کاملا محترمانه است. طبق اسناد و مدارک موجود در دادگاه، حضرت عالی که از عناصر مؤثر در سازمان مجاهدین خلق بوده و در سالهای اخیر هم اقدامات متعددی در جهت ترور، شکنجه و قتل عناصر و افراد متحد انقلابی داشتید. حالا سوال بنده از شما این هستش که حضرت عالی و سازمان منتسب به شما در شرایط فعلی کشور، شرایط ویژه جنگ، آیا حامیان حکومت بعث عراق هستید؟ اگر توضیح دارید لطفاً بفرمایید برای دادگاه. کلاً توی این زندان بحث اصلی اینه که مبادا کسی به مجاهدین زندانی از گل نازکتر بگه و سقف شکنجه‌ای که توی فیلم نشون داده میشه کوبیدن روی میز و پاره کردن برگه اعترافاته که این دیگه اوج خشونتشونه. مثلا من به شما چی گفته بودم؟ به من گفتین که هر اتفاقی روز دادگاه افتاده براتون بنویسم. نه، من اینو نگفتم.
گفتم هر اتفاقی روز دادگاهت افتاده با تمام جزئیاتش بنویس. اگر کسی از کنارت رد شد، اگر کسی بهت تنه زد، حتی اگر حدس کردی، برگه ها بنویس. همه رو نوشتم. نه اینا به درد من نمیخوره. دوباره بنویس. بعد دغدغه اصلی زندانبان‌های رژیم دیر و زود شدن ناهار مجاهدین زندانیه و از این ناراحتن که چرا یکیشون ناهار نخورده. بفهمید آقا مصطفی نیستن؟ جلسه است آقا رحمت. آقای اکبری من غذا بردم برای این زنه ولی آقای میرابی نداشتم بنده خدا غذا بخوره. منم از اتاق بیرون کردم. کدوم زنه؟ همین خانم قائمی. مگه همه نفرستاده برن؟ چرا همه رفتن ولی آقای میرابی این زنه رو نگه داشته. عجب. چی شده؟ استاد تو میدونی میرابی داره چیکار میکنه؟ صبح داشت رو پرونده زندانیا کار میکرد، الان رو نمیدونم. چطور؟ بله پرونده ها رو بررسی کرد و همه رو ول کرده رفتن به جز یه نفر. کی؟ زهره قائمی. اجازم نده یه نهار بهش بدن. بله آقا من ناهار بردم نداشت برم داخل. اون از صبح که اون بنده خدا رو از وسط رو برگردون، اینم از الان. فیلم دیگه حرفی برای گفتن نداره که بخوایم اینجا براتون بگیم. به طور خاص در نشون دادن کاراکتر مجاهدین هیچ حرفی نداره. مثلا یک کاراکتر گذاشته تو فیلم به اسم کاظم افجعی که کچویی رو توی این فیلم به هلاکت میرسونه که بخش عمده سناریو حول اون میچرخه، ولی تو کل فیلم حتی یک کلمه هم صحبت نمیکنه. از خودت تصمیم میگیری؟ کی به شما اجازه داده واسه ایشون مراقب بذاری؟ آقای میرابی شما که خودتون از سوابق اینا بهتر خبر اینا هر کاری کردن مربوط به گذشته شونه. الان توبه کرده، شما اجازه نداری باشید اینجوری برخورد کنید. استغفرالله. موضوع چی آقای میرابی؟ این برادر ما آقای افجعی خل اصلاح کرده واسش مراقب گذاشته. قبلا هم چند بار بهش تذکر دادم رفتارش با توابین درست نیست. برادر من آقای میرابی درست میگه. ما اگه کاری کنیم که این رفقای تواب نسبت به ما و انقلاب بدبین بشن، میشه خدا مسئوله. اینا با ما فرقی ندارن. حالا تو گذشته یه لغزشایی داشتن، مگه ما نداشتیم؟ و این دلیل نمیشه که اینطور باهاشون برخورد کنی. اصلاشو بهش برگردون. چشم هر طور شما بفهم. این یه نمونه از اون فیلم‌های سفارشی وزارت اطلاعاته که یکی از یکی زباله تر. جالب اینه که خود دستاندرکاران تولید این فیلم‌ها که همه پولشون رو و سفارش رو از ارگان‌های امنیتی نظام میگیرن، خیلی تلاش میکنن نشون بدن که ساخت این فیلم‌ها و ایدهش مال خودشون بوده و به نوعی بهشون الهام شده و هیچ ربطی هم به حکومت نداشته. همونجور که در مورد سازمان منافقین سرچ میکردم و مطلب میخوندم، یک عکس دیدم از مادرایی که کنار سیاج یعنی سیمخاردار به زبان عربی ایستادن. عکس خیلی گویا بود، یعنی انگار در دل خودش یک درامی داشت که به من میگفتش که همینه، قصه باید این باشه و رخدادگاه یک رخدادگاه متفاوتی بود. خیلی از مادرهایی که بچه‌هاشون اسیر فرقه رجوی هستن توی مدت پژوهش فیلم دیدم، باشون گپ زدم و کم کم سرهنگ سریا شکل گرفت. بله، خانم یه عکس توی اینترنت دیده و عکس باش حرف زده، اینم چند تا گپ زده و بعدش فیلم شکل گرفت. همینجوری. آره؟ حالا خوبه که سایت مؤسسه سینمای سپاه به اسم اوج خودش نوشته که ما فیلمو ساختیم. مؤسسه اوج هم که تابلو دیگه، مال سپاهه. تازه ما یادمون نرفته که چند سال پیش وزیر اطلاعات همین رژیم هم یه بار اومد توی یک مصاحبه تلویزیونی پرده رو کنار زد و گفت همه اینا کار ما بوده. وزارت رو وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم. با فیلم و سریال هم کار آموزش عمومی، صیانت جامعه در برابر جاسوسی و هم یک سلسله اهداف اطلاعاتی رو محقق کنیم. فیلم‌های روباه، ماجرای نیمروز، سیانور، امکان مینا، روز صفر، شبی که ماه کامل شد و سریال‌های پازل، رؤیایی که تعبیر وارونه شد، سارق روح، خانه امن محصول این گویکر بود که با همکاری عزیزان انجام دادیم. مشکل مشترکی که این فیلمسازان اطلاعاتی تو ساخت همه این فیلم‌ها باش مواجه میشن اینه که
نمیتونن یک تصویر باورپذیر از مناسبات درونی مجاهدین توی فیلمشون ارائه کنند. هر بار هم به نوعی از پاسخ به این موضوع فرار میکنند. گفتن که به عنوان یک گزینه هنگام نگارش فیلمنما یا بردن دوربین و در واقع داستان فیلم به اون سوی حصارهای اردوگاه اشرف و روایت بخشی از فیلم از نگاه اعضای گروهک منافقین مد نظرتان نبود با توجه به یک پارچگی لوکیشن که به تعبیر ایشون ممکنه مخاطب رو خسته کرده باشه. سوال پرتکراریه. بچه‌ای که با من، آرتیستایی که با من در تولید فیلم بودنم بارها سر این صحبت می‌کردیم. انتخاب من این بود که دوربین این ور سیم خاردارا، این ور دیوارهای اشرف باشه، چون قصه ثریا و مادران بود. اگر دوربین میرفت اونور قصه دیگری است، یعنی یک روایت دیگری. انتخاب من این بود. خودتون میدونید همه چیز کارگردان اهم فالاهم انتخاب بود. انتخاب کردم، یعنی از اول هم آمدانه قصد ما این بودش که دوربین این سوی سیم خاردارای اشرف باشه. این مشکل که دوربین اونور سمت مجاهدین نمیره یا نمیخواد بره تقریبا تو همه فیلم هاشون هست. به طور مثال اینجا در نقد فیلم اتاقک گلی که مثلا در مورد عملیات فروغ جاویدانه اینطور میگن: فیلم اصلا نخواسته بود سمت دشمن بره و به خاطر اینکه نخواسته بودم هر وقت یه کوچیکم یه لحظه هم می‌خواست بره به سمتشون اشتباه می‌کرد. همون جایی که اینا دو تا دیالوگ ما شنیدیم از پشت بیشه، پشت نیزار، مثلا هر کسی از مثلا دستور تخطی کرد بزنید دخلشو بیارید. مثلا این جمله خیلی یه جای فیلم اون جایی که اون زن مجاهدینی با اون شکل مثلا شبیه آرنولد اومد تو هم رو کشت. خیلی کاریکاتوری بودن. حالا علت چیه که دوربینشون نمیتونه اونور بره و داخل مجاهدین رو نشون بده؟ و یه نکته بعد این بود که اصلا ما تصمیم بر این بود که اصلا تو دل در واقع منافقین نریم، یعنی دوربین اصلا به سمت اونا نره. چند تا سکانسی هم که می‌بینی از دور ما داریم می‌بینیم، حالا دلایل مختلفه، حالا دلایل دراماتیک داره، داشت بیشتر که دوست نداشتیم. حالا ما نمونه‌های فیلمایی داشتیم که دوربین سمت منافقین رفته، چون اینا حالا بیشترشون که نمیشه گفت، حالا نیمی از اینها چون از بانوان بودن، اینا به خاطر همین سمپات میشه بیننده. ما خواستیم این اتفاق نیفته حدالامکان. پس مشکل اصلی اینجاست. اگر بخوان یک تصویر باورپذیر و عیناً همون چه که در درون مجاهدین میگذره رو نشون بدن، سمپاتی ایجاد میکنه. یعنی تمام هدف همه این فیلم ها اینه که تصویر مورد نظر نظام رو القا کنند که مجاهدین رو یک سری ماشین های بیرحم نشون بده. که خب وقتی تو عالم فیلم و داستان میخوان همین رو به تصویر بکشن، هر بار خودشون به این نتیجه میرسن که جور در نمیاد، منطقی نیست. تکنیک اصلی اینها برای دروغ پردازی پر کردن صحنه با یه مش دروغ و اتهامه. اما وقتی میخوان همینها رو تو قالب داستان روایت کنند، همشون توش گیر میکنند. سوال بعدی اینه: با وجود این مشکلات چه درد بی‌درمونی نظام داشته که توی همین چند ماه اخیر این همه فیلم و مستند علیه مجاهدین درست کرده؟ این رو خود دستاندرکاران فیلم بهش اعتراف کردند که اتفاقاً در دوران قیام به چنین جنگ روانی نیاز داشتند. بسیاری از اتفاقات و التهابات اخیری که در کشور شاهد بودیم زیر سر عوامل همین گروهک بوده است و ما باید با ماهیت این افراد آشنا شویم. در اتفاقات اخیر اجتماعی که چند ماهی است در ایران رخ داده، نام مجاهدین دوباره پررنگ شده. بنابراین پرداختن به سوژه هایی که از دل تفکر این گروه بیرون می آید همچنان امری ضروری است و سینما یکی از بهترین ابزارها برای روایت و به تصویر کشیدن واقعیت هاست. درباره فیلم اول امروز سرهنگ ثریا، فیلم خیلی به موقعیه و در زمان خوبی رسیده. بله، پس به نظر میرسه که اونایی که توی حکومت دستشون توی کاره خوب میدونن که دشمن اصلی کیه و از کجا دارن ضربات اساسی رو میخورند. وگرنه بالاخره ما کدوم رو باور کنیم؟ این همه تلاش و تقلا و فیلمسازی برای شیطان سازی رو باور کنیم یا اینکه میگن مجاهدین پایگاه ندارن؟ خب اگه کسی پایگاه نداره برای چی اینقدر براش فیلم درست میکنی؟ مگر اینکه یک تهدیدی از این بابت احساس میکنی. بگذاریم. به هر حال موضوع تمرکز تبلیغاتی رژیم روی مجاهدین
چیزیه که از نگاه دیگران هم دور نمانده. رژیم از ابتدای دهه 80 شروع به صحبت علنی درباره مجاهدین کرد، چون مجاهدین هم جنگ تبلیغاتی خودشون رو با تأسیس سیمای آزادی و پخش برنامه‌های 24 ساعته تلویزیونی شروع کردند. دهه 1390 خورشیدی دهه رویکرد جدی سینماگران دولتی به قصه‌هایی با محوریت مجاهدینه. قلاده‌های طلا، امکان مینا، سیانور، ماجرای نیمروز، شاخه‌های شکسته بلوط، ماجرای نیمروز 2 رد خون و این اواخر زد، تروا، خانه شماره 10 یا سرهنگ ثریا محصولاتی هستند که سرمایه کلانی روی اونها گذاشته شده و اغلب توسط سازمان اوج که متعلق به سپاه تولید شده. در جشنواره دولتی هم جایزه است که پشت سر هم نثارشون میشه. چرا؟ سازمان مجاهدین در دهه 60 مسئله جدی امنیتی برای رژیم بود یا الان؟ به نظر من بازگشت به مسئله مجاهدین در سینمای دولتی ایران یک دلیل عمده داره. اعتراضهای گسترده 15 سال گذشته به خصوص دهه 90 و آگاهی هرچه بیشتر مردم ایران از قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 باعث تشکیک نسل‌های بعد از انقلاب درباره مشروعیت رژیم و کلیت اون شده، تا جایی که حتی فرزندان رهبران رژیم هم شروع به پرسش در این موارد کردند، تا جایی که خامنه‌ای در انتخابات 96 گفت مبادا در داستان‌های دهه 60 جای جلاد و شهید عوض بشه. درباره اینکه چرا رژیم این هزینه‌های کلان و تقله‌های سراسیمه رو میکنه، بهتر یک ماده از بیانیه شورای ملی مقاومت در مرداد 96 رو ببینیم که 4-5 ماه قبل از زلزله سیاسی و استراتژیکی قیام‌های دی‌ماه 96 بود. رویدادهای یک سال گذشته به ویژه پس از انتقال سازمان یافته رزمندگان مستقر در زندان لیبرتی به کشور آلبانی شرایط جدیدی ایجاد کرده است. با پایان محاصره ضد انسانی مجاهدان اشرفی، اکنون این ولایت خامنه‌ای است که در محاصره سیاسی مقاومت سازمان یافته و آلترناتیو دموکراتیک قرار گرفته است. در مهمترین جدال درون حکومت، یعنی معیار سنجش مشروعیت نظام، تلاش‌های مقاومت برای افشای ولایت فقیه در تئوری و عمل تعیین کننده بوده است. خامنه‌ای در مراسم حکومتی روز 14 خرداد بر سر گور خمینی 2 هفته بعد از جدال انتخاباتی رژیم درباره اثرگذاری شعار نجلاد نشیاد سخنان مبسوطی درباره دهه 60 ایراد کرد و گفت: من توصیه میکنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت میکنن، جای شهید و جلاد عوض نشود. کابوس خامنه‌ای از فتنه و منافقین، تمجید او از فیلم پرهزینه و فاشیستی ماجرای نیمروز که علیه سازمان مجاهدین خلق ایران ساخته شده است و هرزه درایی روزمره مزدوران ریز و درشت او علیه جنبش مقاومت از طریق ساختن 10 فیلم و سریال، انتشار هزاران کتاب و مقاله و برگزاری روزمره نمایشگاه عکس به خاطر مداخله فعال نیروهای مقاومت و انقلاب دموکراتیک در رویدادهای سیاسی است. بله، پس نظام با بحران مشروعیت حتی در میان لایه‌های خودیش مواجهه و احساس خطر میکنه که به ساخت چنین فیلم‌هایی بر علیه دشمن اصلیش رو آورده. ولی چنان که دیدید حتی خودشون هم در تاثیرگذاری این زباله‌های سینمایی شک دارن. #زباله سینمایی. وقت بخیر و خدا نگهدار.